بنیاد عدالتخواهان افغانستان در روز بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر با برگزاری نمایشگاهی از قربانیان 4 دهه جنگ در افغانستان یادبود کردند. در این نمایشگاه که روز یکشنبه در قصر تاریخی دارالامان برگزار شده بود، حدود 3000 تصویر از قربانیان جنگ به نمایش گذاشته شده است و این نمایشگاه برای سرروز برای باشندگان باز خواهد بود. ویدا احمد، یکی از اعضای بنیاد عدالتخواهان افغانستان، در این باره به رادیو آزادی میگوید: هدف و پیام ما بیشتری است که صدای قربانی‌ها را بلند کنیم و کسایی که جنایتکار هستند اونها رو به محکمه بکشانیم، به خاطر که تلاش جنایتکارا نیست که به هر شکل شده جنایات پنهان بسازن، ولی ما می‌خوایم توسط فامیلای قربانی‌ها این جنایات افشا کنیم. 10 دسامبر برابر است با روز جهانی حقوق بشر و در کنار دیگر کشورهای جهان این روز در افغانستان نیز بزرگداشت می شود. در نمایشگاه در کابل شماری از خانواده‌های قربانیان نیز حضور داشتند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا عاملان جنگ و کشتار غیر نظامیان را شناسایی و محاکمه کند. مریم که یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه است، میگوید با دیدن تصاویر قربانیان غمگین شده است. جمع قربانی است. صدای وقت خود دست داده باش برادر چیزام نمیتونم گفته. آرزو از امینه از کل دوستا قوم و دولت از تمام بین الملل که امی جنایتکارا و امی خیانتکارا اینا که رشوت میخوره، اینا که مردم ظلم و ستم داره، جور ما رو شهید میشه، اینا رو محاکمه کنه. اینا که تو جیب میزنه و قسم منزل و شیشته جوونای ما تشم تفک سفوری نو شهید میشه، الور میکنه. 24 جنر مر و فرا ولایت فراک از خاک سفید باشد، بکو باشه و از دروازه کنه و لکو از هر جور که بگی اینا را الار کرده. بنیاد عدالتخواهان افغانستان میگوید در نتیجه 100 جنایت بسیاری از خانواده‌ها بستگانشان را از دست دادند و منازلشان نیز ویران شده است و حتی تاکنون عزیزانشان ناپدید هستند و حتی عزیزان بسیاری از این خانواده‌ها تاکنون ناپدید هستند.